نیمی از آن سگ و نیم دیگری گرگ است. هوش سگ و شجاعت و نترس بودن گرگ را دارد. این حیوان از جفتگیری گرگ و سگ به وجود می آید. نام او گرگاس است. گرگی به طور طبیعی در طبیعت به وجود نمی آید، چون گرگ‌ها تک همسری هستند و حاصل مداخله انسان است. انسان برای به دست آوردن نگهبان قوی‌تر اقدام به این کار می کند و این دو حیوان را با هم جفت می دهد. گرگ‌های در اسارت خشونتشان 4 برابر گرگ‌های آزاد در طبیعت است. گرگ‌های در طبیعت از انسان دوری می کنند و از آنجایی که گرگاس صفات اجداد خود را به ارث میبرد، نمی تواند یک سگ مطیع برای صاحب خود در اسارت باشد. او حیوانی آزاد است و پس از مدتی از کنترل صاحب خود خارج می شود و به طبیعت باز می گردد. اما در گله گرگ‌ها جایی برای او نیست، چون این حیوان صفات سگ‌ها را هم به ارث برده و سگ‌ها طعمه‌های گرگ‌ها هستند. در نتیجه گرگاس تنها می شود و برای پیدا کردن غذا دوباره به مناطق مسکونی و به انسان‌ها نزدیک می شود، ولی این بار داستان فرق می کند و او را با گرگ اشتباه می گیرند و کشته می شود. تشخیص گرگاس از روی ظاهر کار بسیار سختی است و این کار با آزمایش ژنتیک ممکن می شود. گرگاس حاصل خودخواهی انسان هاست که این حیوان را تبدیل به موجودی سردرگم کرده است. برخلاف شایعات، گرگاس ها حیوانات آسیب پذیری هستند. آنها تنها و رها شده هستند. گرگاس انتخاب طبیعت نبوده که طبیعت با آن مهربان باشد.